خب ما در این جلسه داستان دیگری، سیمای دیگری از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو می‌خوایم بخونیم. به لطف و کرم الله رب العالمین الان چندین ماهه که ما داریم سیمای صحابیات رو می‌خونیم. سیمایی که شاید بسیاری از دعوتگران، بسیاری از کسانی که در مسیر دعوت و تاریخ هستن نسبت به اون بی‌توجه بودن. چرا که وقتی که به حقوق زن در اسلام نگاه میکنیم، به موقعیت و جایگاه زنان و نقش اونها، میبینیم دوش تا دوش در کنار مردان هستن. همان گونه که اصحاب پیامبر کنار رسول خدا صلی الله علیه و هستن و نقش مهمی دارن، صحابیات هم به همین صورت. اصلا نمیتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. کنار پیامبر هستن، در مسیر دعوت هستن، رنجهای دعوت رو میپذیرن و در این مسیر تمام تلاش خودشون رو میکنن. از خدا میخوام که حداقل ما بتونیم بخش‌هایی رو از زندگی صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم با هم بخونیم. این یادآوریه برای من، برای شما، برای هر کسی که گوش شنوا داشته باشه و چشم بینا داشته باشه. امروز سیمای اسما بنت امیس، اسما بنت امیس رضی الله عنها رو میخوایم بخونیم. کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش میگه که همه مردم یه هجرت دارن ولی تو 2 هجرت داری. کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون و خواهرانش میگه شما خواهران مؤمنان هستید یا خواهران مؤمن هستید. قبلا هم در مورد یک برخی از خواهران ایشون ما صحبت کردیم. خوب دقت کنید، از همون لحظات اولیه که روح ایمان، پرتو ایمان، اسلام ظهور میکنه و در مکه تلألؤ میگیره، خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این رو دعوت رو آغاز میکنه. ما میبینیم که اسما بنت امیس جزو اولین کسانی است که این اسلام رو میپذیره و نقش خودش رو به دست میاره به عنوان سابقین اولین در این مسیر، در کنار شوهر خودش. یا که اینها اصلا جدا اصلا نیستن، اینا همه کنار همن، با هم هستن و نقش مهمی رو در ستونهای اولیه دعوت اسلامی به عهده میگیره. ایشون قبل از این که اسلام گفتیم به خانه دارالارقم بره، مثل برخی دیگه از اصحاب پیامبر صحابیات اسلام رو پذیرفته و این نعمت رو در میزان و ارزش اسلام پیدا کرده. و سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، که خداوند میگه اونهایی که پیشه گرفتن در ایمان نسبت به دیگران، پیشه گیرندگان، آنان مقربان الله هستند، آنان در بهشتند. اسما بنت امیس هم در بین همین هاست. قهرمان داستان ما، بانوی بزرگواری که امروز میخوایم در مورد ایشون صحبت کنیم، اسما بنت امیس ابن معد بن خثعمیه هست. همسر سید بزرگوار، شهید بزرگوار، پرچم مجاهدان جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه، پسرعموی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اسما بنت امیس همسر کیه؟ جعفر طیار. جعفر طیار کیه؟ پسرعموی رسول خدا، برادر حضرت علی، کسیه که به ذوالجناحین لقب میگیره بعد از شهادتش، که داره در بهشت پرواز میکنه با دوبال خودش، چرا که با این دست پرچم رو گرفته بود، وقتی قطع شد با دست دیگه پرچم رو گرفت و قطع کردن. جعفر ابن طیار با تمام وجود از پرچم اسلام دفاع کرد در میدان جنگ و ذوالجناحین به همین صورت هست. ایشون رو ابوالمساکین نامیدن به خاطر اینکه همیشه توجه به مسکینان داشت. اسما بنت امیس همسر کی؟ جعفر ابن ابی طالب هست. خب اسما و همسرش اذیت آزار زیادی رو بالاخره در قریش تحمل میکنن مثل سایر مسلمانان. جعفر ابن ابی طالب و اسما همه این رنج ها رو میبینن، همون گونه که دیگران یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رنج ها رو دیدن، تا اینکه به حبشه هجرت میکنن. به حبشه هجرت میکنن، زندگی و خانواده و همه چی رو رها میکنن و این مسیر طولانی رو برای هجرت به حبشه به افریقا طی میکنن. خداوند این گونه فراهم میکنه که اینها هم در حبشه شرایط خوبی براشون فراهم میشه. نجاشی وقتی جعفر ابن ابی طالب رو میبینه، در اون گفتگوی مشهوری که بین نجاشی و جعفر ابن ابی طالب و عمرو عاص که به نمایندگی از قریش اومده بود که اینها رو دستگیر بکنه رخ میده، در تاریخ مشهوره. در هر صورت اینها در اون فرصتی که در حبشه هستن میتونن از اطاعت، عبادت و بندگی فقط برای الله بهره مند بشن و سالیانی رو در اونجا زندگی میکنن. خداوند به اینها فرزندانی میده، عبدالله و اون و محمد. عبدالله، اون و محمد 3 فرزند که خداوند نصیب اینها میکنه در سرزمین حبشه. خب در حبشه اسما
کنار همسر خودش جعفر ابن ابی طالب هست، همراه پیامبر همسر خودش هست در دعوت، در پایداری، در تربیت فرزندان. و خب ایشون هم زن بلیغی بود، فصیح بود، شاعر بود، اهل ایمان بود، زن عاقلی بود و نکته خیلی خاصی داشت، به گونه‌ای بود که خب همه این بزرگانی که در دربار نجاشی بودن متوجه این صحنه بودن. خب از اونورم خب جعفر ابن ابی طالب شخصیت خاص خودش بود در گفتمان و اینها. حالا شما تصور کنید توسط جعفر ابن ابی طالب خیلی ها مسلمان شدن، خیلی حتی از نزدیکان نجاشی مسلمان شدن و ام سلمه نقل میکنه میگه ما در بهترین خانواده اونجا زندگی میکردیم، جایگاه زندگی میکردیم، بهترین همسایگان رو داشتیم، تا اینکه بالاخره ما دوباره اومدیم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه. اون چی که در اخبار نقل شده میگن اسما جایگاه و موقعیت خوبی در حبشه داشت. مصعب بن زبیر نقل میکنه که نجاشی هم وقتی فرزندی به دنیا آورد، پادشاه حبشه، همون زمان اسما بنت امیس هم فرزندی به دنیا آورده بود به نام عبدالله. نجاشی به نزد عبد جعفر فرستاد، گفت تو فرزندت چی گذاشتی؟ این گفت عبدالله. حالا در مورد صحابه دیگه هم نقل شده بود، نقل کردیم، اما ایشون هم اینجا نقل میکنه که گفت عبدالله، گفت ایشون هم گفت من هم فرزندم رو عبدالله مینامم و میگه اسما بنت امیس فرزند نجاشی رو گرفت و شیر داد، مثل عبدالله ابن جعفر و اون شیر داد و این منزلت جایگاه خاصی دیگه بیشتر پیدا کردن نزد نجاشی به خاطر همین. و خب بعدها دیگه در حبشه اینها همه مسلمان شده بودن و خبر اسلام اینها همه جا پیچیده بود، تا اینکه ابو نعیم رحمه الله نقل میکنه در سیرت زندگی اسما بنت امیس، میگه که ایشون مهاجرت الهجرتین، مهاجری دو هجرت هستن، مثل خیلی از یارانی که به حبشه هجرت کرده بودن. مسلیت القبلتین، به دو قبله نماز خوندن. کی؟ اسما بنت امیس خثعمی المعروف بالبحریه الحبشیه، به خاطر اینکه بالاخره دریا رو عبور کردند و به حبشه رفتن، البحریه الحبشیه. اسما هجرت دومش زمانیه که خب 5 سال از هجرت پیامبر به مدینه میگذره و اینها میان بعد از 7 سال از هجرت پیامبر میگذره و هجرت میکنن، دوباره میان به مدینه، در فتح خیبر کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار میگیرن و رسول خدا هم به اینها از غنایم خیبر سهیم میکنه. این هجرت اسما بالاخره بعد از هجرت دیگری بود که خداوند نصیبش کرد، که از حبشه رفته بود. ابن سعد هم این رو نقل میکنه از عامر شعبی، میگه قدمت اسماء من الحبش، از حبشه اومد و قال لها عمر بن الخطاب. خیلی جالبه، میگه وقتی از حبشه اومد عمر بن الخطاب رو بهش کرد، در حالی که میخندیدن، هم لبخند میزدن، شوخی میکردن، یا حبیشه سبقناکم بالهجره، ای خانومی که از حبشه اومدی یا حبشی شدی، ما در هجرت از شما و شوهرت سبقت گرفتیم. ایشون میگه ای لعمری، قسم به جان من درسته، لقد صدقت، راست میگی، کنتم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما پیامبر بودی، یطعمکم جائعکم، گرسنه‌های شما را غذا میداد، یعلمکم جاهلکم، جاهلان شما را آموزش میداد، و کنا البعدا و تردا، ما دور بودیم، طرد شده بودیم، اما والله لاذکرن ذلک لرسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا که اینجوری شد من میرم پیش پیامبر میگم عمر این حرف زده، فاتت فقال لها، رفت پیش پیامبر گفت یا رسول الله داستان چیه؟ پیامبر گفت نگاه کن، للناس هجرتون، همه اگر یه هجرت دارن و لکم هجرتان، شما 2 تا هجرت دارید. شوخی عمر رو جدی نگیرو، یعنی بالاخره این فضیلت رو ما در این مورد میبینیم و میبینیم که بالاخره اسما حجتی میشه برای مهاجران حبشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اینها میگه توجه بیشتری بکنید، توجه خاص بکنید، بالاخره سالها دور بودن از ما و موارد خاصی که ذکر شده و از بحث 2 هجرت اینها اسما دیگه حالا خوشحال میشن. مهاجران حبشه همه با این صحبت پیامبر خوشحال شدن که پیامبر یک چنین ویژگی رو نصیب اینها کرده و چنین فخری رو به اونها نصیب کرده. در صورت اون چه که نقل شده در این مورد، ابو موسی اشعری هم نقل میکنه از حدیث پیامبر، میگه ولکم الهجرة مرتین، 2 بار شما هجرت نصیبتون شد و هاجرتم الی النجاشی و هاجرتم الیه، به طرف نجاشی رفتید و الان به طرف من اومدید. اما ماجرا همینجوری تموم نمیشه، بالاخره زمان هنوز زیاده میگذره تا جنگ موته میشه. در جنگ موته که مجاهدان در سرزمین شام برای جهاد میرن، جعفر یکی از فرماندهان سگانه سپاه اسلام هست و خب ایشون در حالی که بر اسب خود شقرا قرار گرفته در وسط سپاه مسلمانان هست و بالاخره به سفارشات پیامبر مجاهدان رو راهنمود میکنه و اونها تهدید میکنن ایشون رو. اون بالاخره رومی هایی که بودن میگن که مواظب باشید که ما بهتون شما رو رها نخواهیم کرد، چون قدرتمند بودن فلان. پیامبر هم گفته بود که اگر جعفر
اگر زید شهید شد، چون فرمانده اول سپاه زید بود، بدونید که بعد از اون کی میشه؟ جعفر. و اگر جعفر شد ابن رواحه، که هر سه تا اینها شهید میشن. زید ابن حارثه که سرخونده قبل از اسلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شهید میشه، بعد جعفر در اون میدان مبارزه میکنه شهید میشه، و عبدالله ابن رواحه که سیرت اینها رو خوندیم، و بعد که دیگه خالد ابن ولید رو انتخاب میکنند و که پیامبر اونجا میگه که دست شمشیری از شمشیران خدا میفته و نجات میده مسلمان ها رو. در هر صورت میگه پیامبر در اخبار موته رو وقتی خبر رو برای پیامبر آوردن، بالاخره انباء اهل علیم، یعنی خداوند خبر داده پیامبر که در موته چه اتفاق افتاده. پیامبر بر منبر بالا رفت و به مسلمانان خبر رو داد. تا همینجا داستان رو داشته باشیم، ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد که بتونیم کاملتر خدمت شما دوستان ارائه بدیم. تا اون فرصت دیگه خدایا رو نگهدارتون باشه.